آخر کو از بحث لی بکم اویا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر کرد حدیثه که دکو حضرت عبدالله کره حضرت عمر رضی الله عنهما بومد گریت و امر کرد خیر الناس انفعهم للناس. باشترین خلق زانن کشکه شیطرین انسان کسی که منفعت او بو انسان زیده تر بید، هرچی کسی خیر او بو خلق زیده تر بید لحمه انسانات شیطره. و احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم. خوشتویترین عبادت لال خدا چیه؟ کیف خوشیه که تو وارد قلب مسلمانه که بکی، تو بچه مشکله که و حل بکی، قره که بدل و جیب بکی، برسیاتی لی دفع بکی، دستی و بگیره کمگا و بکی، دلی و کیف خوش بکی، روندکا یتیمه که تو پاک بکی و خمه که تو لی برطرف بکی، باره که گران سمل انسانه که مسلمان تو را کی. او باشترین عبادت لال خداوند تبارک و تعالی. و امر کرد ولأن امشی مع اخ في حاجته احب الی من ان اعتکف في هذا المسجد الشهر. مزگوت پیغمبر صلی الله علیه و مدینه منوره خدا بکت قسمت محمیا یا ربی زیارت او مزگوتی و زیارت قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و هر نویجه که مسجد النبی دا به 1000 نویجه مزگوت دیگه، یک نویج به 1000 نویجه. امر کرد اگر برای که شولک هبید از گدا بچم حتی شوله او بو جیب بکم نظر آمده او خیرتره لوی هندی که مانگه که مسجد النبی لمدینه منوره از اعتکافی بکم، یک مانگ مزگوت پیغمبر دا اعتکافی بکی، نه درکوه فقط عبادت بو خدا بکی. خیراوی ناگیت خیراوی اندی که تو مشکل مسلمانه که حل بکی، دست مسلمانه که بگیره، دل مسلمانه که خوش کی، حاجت و نیاز او برطرف بکی. ولی ادامه دا امر کرد هر کسی که گبرای خدا بچید که شوله و جیب کد مشکل و حل بکد، حتی شوله و جیب کد اثبت الله قدمه یوم تزول الاقدام. روژا قیامت سفر صراط که پیت انسانات زلن باری تعالی او انسان ثابت قدم که نایلیت پیو انسان بزلن حتی وارد نو به حشر باری تعالی بیتن. را خوب دنی او مزگینیت پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.